رحمان او بود رحمان دکی جایی الحمدلله دخمه خدا نخدا خدایی داری شکانومی باز میدونی کجا میریم بازی که جایی که شیطان از سنگ زدن کو جای شیطان است جایی که حضرت ابراهیم بچه‌ش قربانی میکرد آنمونجا میریم جایی که پدر انسانیت قربانی میکرد بعد کلچه نمیگیریم کلچه نگیریم بعد دیوای چی میریم کی میریم تپه رحمت میریم جایی که بابای آدم قیم و هوا و خورد. بینندگان گرامی همین شرکتی که من حج عمره آمدگیم همین شرکت 15 نفره 20 سوم حج عمره میوره پیگیری نوارا باشه مروشه برای شما اعلام میکنم وا خوردن کو یا جای وا خوردن در همون جا وا خوردن انا بولم تپه انشاءالله بخواست الله بزرگ میبرمت انا اونجا میبرای دعا میکنی برای مردم تاجیکستان عزیز دعا میکنی برای برادرانی که میگن دعا که برای هوایت دعای همه خیلی عیسیت عدیل میکنیم ای تحت دیل میریم بسم الله الرحمن الرحیم برادران ما خستیم میریم انشاءالله با نوار میگیریم فقط شما دستگیرتون نبروره گفتون ندارم برای کامنتارهای زوری نویستگیتون الله بزرگ همه تریگه باشه یا موتیواسیون خیلی مشتی برای ما را میشود زنده و سربلند باشه بابای عبدالرحمن سلامتی سازد سخت وایزی بابر ما شکم 8 وقت خراب ای آسمون اومده سر خودش باور کنه برادرو همین تاپه آدم میره و که برایش کماش آدم ها بینوان دواده دارن بابا رحمو پیش همه اعلای بزرگ کمش از سیر منم میبروی مردم در فکرش کامن اخی نمیدونم این شخصیت کیه ای من نمیدونم یا فقط الله میدونه بینه باشی بابا رحمان دریش جانم زیخ نشم فقط رمید میدونی در خرسندی ها برادرای عزیز پیگیری نوارا باشه ما رفتیم تپه رحمت جایی که حضرت ابراهیم بچه قربانی میکرد میریم زنده باشه بابای عبدالرحمن میدونی آزی در کی جاییم آزی در جایی هستیم که غار ثور میگن حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای کافر اومد بجا شید همیجا در همین غار خیلی حضرت ابوبکر بجا شید در همیجا بجا شید ای کافر پای حضرت ابوبکر مار گزید ماره که چندین سالها حضرت پیغمبر اجداد کرد долго ждали чтобы увидеть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вот теперь мы на эти места на этих горах дуака ина бобой Абдурахмон ба ҳамин ҷара омади хушо ба ҳолат о намо болои кӯҳ да ҳазрати пайғамбар саллаллоху алайҳи ва саллам ба ҷо шид уна ҳоҷиҳо биромада истанд шукронаи аллоҳ ки ина шуморам пои муборак мада ҳамиҷа монде алҳамдулиллоҳ шукронаи аллоҳ ки ина бобои Абдурахмон ина пеши даъвати ӯро бигиранд ва ба чандӣ роҳҳо хостанд ӯро аз ин даъват мунҳариф кунанд ё ин ки пеши роша бигиранд ё тарсаш бутанд ё ки ба мол то ҷое расед ки ҳамон мушрикҳое ки бар муҳаммад саллаллоху алайҳи ва саллам аз даъват манъ мекарданд ба роҳҳои мухталиф фарзандошон мусалмон шиданд дӯстошон мусалмон шиданд бародарошон мусалмон шиданд хешу табошон мусалмон шиданд ҳатто баъзе аз ҳамнишиношон мусалмон шуданд ба мисли холид ибни валид амр ибни ос ё ки баъдтар мусалмон шуданд ҳамин хел ҳамнишиношон мусалмон шуданд ва ягона тасмим мегирифтанд ки ягона роҳи ина ки пеши роҳи ин даъват гирфта мешавад ин аст ки муҳаммад саллаллоху алайҳи ва саллама бояд ба қатл бирасонанд ва чикор карданд нақша кашиданд ки шабҳангом пеши хонаи ӯро мегиранд ва муҳаммад ки аз хонаш баромад саллаллоху алайҳи ва саллам ӯро дар ҳамон ҷо мекушанд ва билохира ҳамин ком ба анҷом мерасад аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ба расулуллоҳ саллаллоху алайҳи ва саллам хабар дод аз нақшаи мушрикон ва расулуллоҳ саллаллоху алайҳи ва саллам дар ҷойгоҳҳо бихудаш шабангом ҳазрати алиро хобонид ва худаш чикор кард аз хона ба амри илоҳӣ баромад
این به امر الهی بود. وقتی که از خانه میبرآمد مشرکان همین خیلی از دو طرف قطار خانه در نزد کعبه هست قطار همین خیلی ایستاده بودند و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگذشت و مشرکان او را نمیدیدند چون که الله در چشمشون پرده کشیده بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم با امر الهی از زمین همین خیلی خاک میگرفت قمه میگرفت در روشون میشپید خاک بیره میکردن ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدیدن چون که الله بر چشمشون پرده کشیده بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونجا برآمد و چیکار کرد برآمد و آمده در همین غار پناه شد همراه حضرت ابوبکر. مشرکای مکه در تمامی جا چیکار کردن جاسوسا را پنهان کردن و جایزه تعیین کردن برای قپیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم بازداشت او و چیکار کرد با آنها خبر رسید رسول صلی الله علیه و سلم همین طرف حرکت کرد و آنها اومدن همین کورا محاصره کردن تا جایی که طوری همون غاری که رسول صلی الله علیه و سلم در درونش بود طوری همون دا چیکار کردن همین خیلی قرار گرفتن و حضرت ابوبکر بی‌طاقتی کرد داد و فریاد میزد بی‌طاقتی میکرد که از آن ما را میکشند ما را مییابند رسول صلی الله علیه و سلم میگفت لا تحزن ان الله معنا نترس الله همراه ما هست و الله برای هر انسان یک نقشه ای دارد نترس گفت الله همراه ما هست و حضرت ابوبکر برای تسلیت گفت رسول صلی الله علیه و سلم درباره دو شخص او که سیمش الله هست چی فکر دارید یعنی الله ما را نظارت دارد رسول صلی الله علیه و سلم میدونست که تا آخرین پیام الله را نرساند کسی او را قتل کردن نمیتواند و بالاخره الله دستور داد و یک تورتنک که همین غار بپوشاند در یک مدت شد و یک تورتنک در یک مدت کوتاه همین غار همین خیل پوشانید که مشرکان وقتی آمدن در این غار نگاه کردن گفتن سالهاست این در کسی درآمدی نیست و این منطقه را ترک کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم از همین جا رهسپار شدند و هجرت کردند طرف مدینه. انا سرشماری اسلامی از همین هجرت رسول صلی الله علیه و سلم آغاز می شود. واسه این همون غاری هست که رسول صلی الله علیه و سلم در همه پناه بودن و از اینجا طرف مدینه هجرت کردند یعنی مکه را ترک کردند. هجرت همینجا سرشیدگی ها خورید هجرت از همینجا شروع شد از همینجا رسول صلی الله علیه و سلم هجرت انا میتونم فجر او ان شاء الله نه برای خاطر بابا عبدالرحمن در جبل در غار ثور تمام رفتیم. درود خداوند بر شما بینندگان گرامی. اینا به فضل الله بزرگ به خواست الله بزرگ ما چگونه که وعده کردیم اینا با همراهی بابای عبدالرحمن تپه رحمت آمدیم. تپه رحمت جایی که ما دعا و درود نکردیم و برادرها خواستیم که خیلی باید 5 minut نوار بکنیم. بابای عبدالرحمن اینجا تپه رحمت است چگونه که گفتم پیشکی خبر کردم زده و خسته آمدیم مهنت کردیم مشقت کشیدیم اومدیم پشتوره و پیاده و دعا را کردیم. اینجا تپه رحمت است جای در همه بالای همه تپه بابای آدم با پشت زد به سوی آسمان نگاه کرد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسول الله دید بگو پروردگارا به حرمت همون نامی که گناه ببخش با الله بزرگ گناهش عفو کرد. بالای تپه خیست همین بالای تپه رحمت خیست که دهان و مزدلفه ماهوا را دید برفتن هر شامجا وا خوردن. اینجا یک خودنامه اینجا بهترین زمین است بهترین زمین در همه روی دنیا اینجا بهترین مکان است. حاجی فرضی همینجا میآیند حاجی فرضی و آخران سوره قرآن که نازل شد در همینجا نازل شد. قرآن در همینجا محکم شد. اولین رحمت الهی در همینجا شد آخرون سوره قرآن در همینجا محکم شد که با محمد تمام همه چیز تمام شد. چیزی که الله بزرگ نازل کرد همه را برای مؤمنان تا آخر دنیا همین قرآن همین میرود. با اونو پوینترک اوسه مسجد الوداع مسجد الوداع ان شاء الله با میریم اونجا شم جای حضرت ابراهیم میریم چگونه که بچه‌ش حضرت اسماعیل گفت مقصد چی میکنه ان شاء الله اونجا میریم. خیلی ما دعامون کردیم برادرها در حق ما دعاگو باشه ان شاء الله با کوشش میکنیم که چی جای مقدس است چی جایی که مقصد
جای گشت پیغمبران مای چی جای کمی مقدس انشاءالله که میریم به خواست الله بزرگ. در حق مردم تاجیکستان دعا میکنیم، در حق مردم تاجیکستان دعا کردیم، با دعا میکنیم که الله بزرگ مهربان تاجیکستان ما را همه خیر آباد و تنج کنه که همه ما خیر به سر بلند بیاییم، به سر بلند بریم. بابا عبدالرحمن دیدی که جایی که میره میگن چی ملته نه فخر میکنه میگیم تاجیکیم از تاجیکستان میگیم. دیدی برادرها هر کجایی که باشیم زنده و سربلند باشیم، همه وقت در فکر آبادی باشیم، پیشرفت. بابا عبدالرحمن در خدمت پیران سالان باشیم، زنده و سربلند باشین. حالا ما میریم جایی که حضرت ابراهیم فرزندش مقصد قربانی کرده بود، حاضر انشاءالله همونجا میریم. با جایی که شیطان سنگ میزنن همونجا میریم انشاءالله. میریم یا رفتیم بابا جان بفرشتی با پشت میکنم رفتیم ایوسو بگیرم بیا گام نیست. برادرو یک چیز دیگر ایاد منبور آوردیم. برادرو عزیز چگونه که من گفتم بابا عبدالرحمن هم میگیرم بالای همون تپه رحمت میبرمش از سبب که محکمه ممکن نیست. اون بیتونه که در همون بین دیدین، همون بین همون ها همون بیتون های مردم میرون همون بیتون هم میقفن یک خیلی سر بسترج نمیکنه در همون بیتون. همون سبب همین گیردی همین جاره محکم کردگی ها به همون خاطر رفتن ممکن نیست. خیلی به همین جاره آمدیم اینا به همین زمین مقدس آمدیم انشاءالله. الله خودش با دل ما آگاه هست. اینا برادرو اینا بابا عبدالرحمن جای چی آوردیم؟ جایی که حضرت اسماعیل را ذبح کرده انمو جای نه دیدین اینا میای انمو جا کردگی های. بابا عبدالرحمن اینا اومدیم که جبل نور جایی که قرآن نازل شد اولین بار. بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت جبرائیل اومد یکنیم بار همینجا گفت بخوان، گفت خواندن نمیتونم. همینجا اومد 1445 سال پیش 1445 سال پیش حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بالای ان همو که جبل نور میگن اولین بار سوره قرآن نازل شد. تو اینا با ما را اومد، ما اینا همینجا اومدیم قدم مبارک آمدیم. مبارک بادید میکنم بابا عبدالرحمن زنده و سربلند باشی شکرانه الله. باز میریم در همونجا میشینیم یا دعا و درود میکنیم و میریم با خونه خدا مکه میریم. زنده باشید برادرها. الله بزرگ همه تنگام باشه دستگیری ایاتو نبروری. اوری جان همینجا برای چی جا بله نور میگن؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این همون کوی دیدید که اون همون کو همون جبل نور هست، یعنی کوی نور میگن. برای اون جبل نور میگن که در همینجا ملائکه مقرب درگاه الهی حضرت جبرائیل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین آیه‌های قرآن نازل کرده است. اولین آیه‌های قرآن نازل کرده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه میبرآمد و سواقه در همین بالای کوه اعتکاف می‌نشد. و توشه او را حضرت خدیجه مادرمان از مکه می آورد و در اینجا توشه تمیم با برمی‌گشت. یعنی اعتکاف می‌نشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم که شبانه روز در اینجا چیکار می‌کرد؟ همیشه به ذکر و دعا و عبادت پروردگار و راز و نیاز مشغول بودند. و بالاخره در سن 40 سالگی در ماه رمضان و او قرآن نازل شد. در همین جا حضرت جبرائیل علیه السلام از آسمان به نزد رسول الله صلی الله نازل شد و اولین آیه های قرآن اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. همین آیه های قرآن به رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت. یعنی قرآن در همین مکان و حضرت رسول الله صلی الله علیه و اولین آیه ها نازل شد و بعد در آیه های دیگر که کنده به کنده زمان به زمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول 23 سال کاملا نازل شد. و چنانکه که گفته بودیم آخرین آیه قرآن در جبل رحمت یعنی در عرفات به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شدند. سلام علیکم. اینا برادران ما رفتیم جبل نور، غار هیرا، تپه رحمت، مینا، جای سنگزنی، همه جا رفتیم خاطر بابایی که حاجی عبدالرحمن
همه رو رفتی زیارت کردی ها؟ خیلی او چیزایی که دیدی نمیگیم ها؟ و یا سکرتن ها؟ و یا سکرتن برادرای تو دیدی تمام دیگه هیچ کنه نمیگه فقط ما میدونیم تو خدا برادرای بابای عبدالرحمن ایخی به کس به نوا نبینه این به حد بزرگوار نمیدونه ای کیه بابا قدری میرسیم برادرها باور کنه بابای عبدالرحمن عربو انتریساور کردستن تو عربو انتریساورش کردستن میگه بابای عبدالرحمن از چیکارش دارن خوشبویی دارن خوشبویی